زود باشی یا از پسش برمیا. تلاشتو بکن، باعث افتخار بابات شد. زود باشین. زود باشین. خب پسرا، به نظرتون کدوم یکی برنده میشه؟ خب باشه، آماده ای؟ 1 2 3 آماده، برو. جای خوبی گذاشتی؟ باشه، اول من میگم. زیره سبد قرمز. حالا تویی. ژیان، تلاشتو بکن، کدوم یکی میبره؟ یالا پسرا، کدوم یکی؟ زود باش ژیان، سخته ولی از پسش برمیای پسر. چشماتو ببند. تو کلک زدی، تو جیبته. خیلی خوب، باشه، آفرین. دوباره. خب باشه، آماده ای؟ اتفاقی افتاده؟ داره میاد. اون عصبیه، داره میرسه. بابا دیوونه شده. پسرا کجایی؟ پسرا بیاین اینجا، پسرا بیاین اینجا. این خسته کننده ترین کار تو کل دنیاست. نه، گوش دادن به حرفای تو خسته کننده ترین کار دنیاست. یه مزاحم، آزمایشگاه تحقیقاتچی.
تکلیفتون چیه؟ زانو بزن! سریع! شرمنده مزاحم میشم. ما یه درگیری تو دفتر مرکزی داشتیم. تا خیابون تعقیبش کردیم اما پلیس دستگیرش کرد. دقیقاً میخواسته وارد کجا بشه؟ انگار که میخواسته وارد آزمایشگاه بشه. ممنونم. اون کیه؟ پلیس دستگیرش کرده ولی هنوز گزارش دستگیری پخش نشده. تونسته وارد آزمایشگاه بشه؟ ولی میخواسته که با کارت با او وارد بشه و همین باعث شروع زنگ خطر شده. باید زودتر خبر میدادی. ژیان هوانگ، منتظرت بودم. ویسکی تانگو، ما در حال نزدیک شدن به هدفیم. تا 1 دقیقه دیگه در دسترس باش. کل تیم حرکت کنید. ژیان گزارش بده. فکر کنم یه چیزی اینجاست. منظورت چیه؟ بگوش باش، اطلاع میدم. طبقه دوم نبش ساختمان. بریم تو. واحد 7 در سبز. امنه. اینجا خالیه. زیر تشک. یعنی اونا گفتم زیر تشک. دستاتو نشونم بده. تکون بی نخور. حرکت. دستا بالا. گرفتیمش. هدف گیر افتاد. یکی دیگه هم هست. چی؟
بیداری؟ خوابم نبرد. بابت کار دیشب دوباره باید ازت تشکر کنم. اونا 2 سال بود که دنبال اون آپارتمان بودن. یه تعداد پرونده آوردم که یه نگاهی بهشون بندازی. یه اتفاقی افتاده. تو دو دل بودی بهم بگی یا نگی؟ فکر کردم اگه یکم ازش بگذره شاید اطلاعات بیشتری گیر بیاد. با اوه نه؟ امروز صبح با هم تماس گرفتن. اون مرده، درست داره؟ منتظر اطلاعات تکمیلی بودن. متاسفم ژیان، متاسفم. کجا؟ لس آنجلس. گفتن خودکشی بوده. نمیتونم اینطوری قبول کنم. حتما باید خودم بررسی کنم. نمیتونم اجازه بدم. ما باید بریم پراگ. تو یه من مأموریت از تو داری. اجازه نمیخوام فرانک. اون برادر منه. البته باید ببینم چی کار میشه. فقط اجازه بده من برم. خودم حلش میکنم. مراقب خودت باش. فکر نکنم ایده خوبی باشه. شما منتظر منین؟ ببخشید سلام، من کارگاه لورنرم هستم. چطوری شناخت؟ شبیه پلیس هستی. سلام آقای وان. هوانگ. به خاطر تأخیرمون شرمنده. قرار بود تو ورودی باهاتون ملاقات کنیم. من کارگاه استیونز هستم. بریم؟ اولین بار اومدین اینجا؟ به خاطر شرایطی پیش اومده متاسفم. اگه کاری از دستمون بر بیاد که کمکتون میکنه حتما میتونید ازمون بپرسید. ضمناً اگه میخواین جنازه برادرتون رو ببینین میتونیم ترتیبش رو بدیم. باید دوستایی با نفوذی داشته باشین. ببخشید؟ خب معمولا این کارو نمی‌کنیم. ما روی یه پرونده آدمربایی کار میکنیم، نه مرگ برادرت. ما تو رو به صحنه جرم میرسونیم و مدارکی که لازم داری و در اختیارت میذاریم. ژیان متاسفم. این روند معمولش نیست. شغلتون تو هنگ کنگ چیه؟ پلیسی؟ فکر کنم ردش کردیم. چی؟ تو که گفتی اولین بار اومدی اینجا، از کجا فهمیدی ردش کردی؟ آدرسشو میشناختم. باشه. نظافتچی اینجا پیداش کرده. ولی ما هنوز منتظر گزارش کامل سمشناسیم. یه بسته قرص خالی رو زمین کنار پاهاش بوده. ببینم برادرتون احتمالاً سابقه بیماری خاصی داشت؟ به خاطر دارو نبوده. به اندازه کافی تو بدنش بوده که هر آدمی رو از پا در بیاره. نه قرص نیست. میدونی ما چیز زیادی درباره برادرت نمیدونیم غیر از اینکه اینجا زندگی میکرده. با یه ویزایی که الان 3 ساله
دیگه منقضی شده. نه سابقه کار داره و نه حتی حساب بانکی. میدونی چطور خرجشو در میآورده؟ چون اینجاها خیلی گرونه. متاسفم نمیتونم بهتون بگم. چرا نمیتونی؟ چون سالها بود که با هم حرف نمیزدیم. میشه بپرسم خودت چطوری زندگیتو میگذرونی؟ این در مورد من نیست. اون اینجا ببینم منظورت چیه؟ اون بعد از کشته شدنش به اینجا منتقل شده. تو از کجا میدونی؟ اون خودکشی نکرده. از کجا میدونی؟ تو که گفتی سالها باهاش حرف نزدی. مهم نیست. ما تحقیقات خودمون رو انجام میدیم و میفهمیم که چه بلایی سر برادرتون اومده. خیلی خوبه. حالا اگه اشکالی نداره میخوام بعد از پرواز طولانیم یکم استراحت کنم. میخوای اینجا بمونی؟ یه اتاق تو هتل براتون رزرو کردیم. چرا باید تو هتل بمونم؟ اجاره اینجا پرداخت شده درسته؟ خب اگه چیزی به ذهنتون رسید میتونی با همون تماس بگیری. ابی خواهش میکنم این کارو نکن. چی کار نکنم؟ این موضوع رو زیاد گندش نکن. این خیلی واضحه که خودکشیه. این خیلی ساده است. خیلی مطمئنه. نمیدونم اطلاعاتشو از کجا میاره ولی داره یه چیزی رو مخفی میکنه. برادرش مرده. اون خانواده خیلی عجیبه. عجیب. اون اومد داخل خونه رو بررسی کرد و یهویی گفت این یه قتل. آخه این یعنی چی؟ ما کارهای مهمتر دیگه هم برای انجام دادن داریم. یه جای کار میلنگه. خودت هم میدونی. تو تقلب کردی. چطور؟ اون تو جیبته. خیلی خوب باشه. آفرین. ژیان کمکم کن. زانو بزن. زانو بزن. سلام. دستگیر شده؟ باشه. میام دنبالش. ممنون. من کاری نکردم. حالا پسرم چه فکری میکنه؟ آره هیچ کدوم کاری نکردی. اینم مثل من راجع به پدرش فکر میکنه. چرا تو دستگیر شدی؟ گفتن از طلا فروشی سرقت کردم. گفتن تصاویرت ثبت شده. به وکیلت بگو که تصاویر رو مدیر اصلاح کرده. اون از یه فرد شبیه تو استفاده کرده و تاریخش رو تغییر داده. اونم وقتی برای خرید کادوی همسرت رفته بودی. اون یکی از کارمندا بوده. ببینم داستان دیگه ای هم بلدی؟ ژیان هوانگ.
آقای هوانگ، خوب شد تماس گرفتی. به عنوان یه تازه وارد مشکلات زیادی پیش میاد. به نظرم به استراحت نیاز داری. اگه به من بود برات میگردوندم همون جایی که ازش اومدی. چیه؟ ورتکس اونطور که به نظر میاد نیست. فقط یه شرکت نرم افزاری نیست. ورتکس یه شرکت بزرگ تولید نرم افزاره که سالها سابقه داره. یکی توی ورتکس برادرمو کشته. از کجا میدونی؟ از این بابت مطمئنم. سیستم امنیتی ورتکس قویه. از کل ساختمونش محافظت میشه. بخش امنیتی یه شرکت نرم افزاری چرا باید مهم باشه؟ اونا هم مثل بقیه میخوان از اسرارشون محافظت کنن. اسرار؟ البته اون فقط یه شرکت نرم افزاری نیست. صبر کن، داری کجا میری؟ لعنتی. این رفیق بهت گفتم برو ته صف. گفتم برو ته صف. داری چی کار میکنی؟ من باید یکی رو اینجا ببینم. کی؟ یکی که با قتل برادرم مرتبطه. تو مشکوک به قتلی؟ آره، قتل. از کجا اینقدر مطمئنی؟ چی رو ازم مخفی میکنی؟ میرم تو باش حرف بزنم. تو هم یا میتونی کمکم کنی یا برم گردونی بازداشتگاه. مثل این که زبون حالید نمیشه. تو هم باس مثل بقیه بری تو صف. پلیس هستم. با برادرم چیکار کردی؟ یه لحظه. چی میگی؟ گفتم چیکارش کردی؟ نمیدونم در مورد چی حرف میزنی. ژیان کمکم کن. من نباید درگیرت میکردم. متاسفم. از دانشگاه اخراج شده. عجیبه. و بعد از اون تا سال 2005 هیچی ازش نیست. بعدش هم تأسیس ورتکس. زود باشین. خب به نظرتون کدوم میبره؟ کدوم؟ ژیان سعی تو بکن. بابا تو خوشحال کن ها؟ اون یکی. تو مطمئنی؟ آره، فک اون یکی رو میشکنه. مبارزه زیاد طول نمیکشه. صبر کن.
1000. نه 1500. آره 1500 آره. باش بلند شو، باید مبارزه کنی. زود باش بیا بزنش. داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چه غلطی میکنی؟ چرا اشتباهی گفتی؟ الان ما رو میگیره و حسابی کتک میزنه. لعنت بهش، بیا از این جهنم بریم. اصلا به ما ربطی نداره میخواد چی کار کنه. نه ژیان، من برادرتو میکشم. ای دروغگوی کثیف، میکشمت. سلام. منم فرانک. ببین انتظار دارم که همین الان برگردی اینجا. چرا تماس نگرفتی؟ فرانک مطمئنم که خودکشی نکرده. من نمیتونم برگردم تا وقتی نفهمم کار کیه. بر نمیگردم. یکم تحقیق کردم و فهمیدم ورتکس پشت قضیه است. ورتکس شرکت راسه. فرانک من به کمکت نیاز دارم. تنهایی از پسش بر نمیام. با پرواز بعدی میام اونجا، ولی یه لطفی در حقم بکن. کاری نکن. نمیخوام تو رم از دست بدم. با او تو اتاق کنترل میبینمت. آره الان 5 دقیقه بهم وقت بده باشه. تصویر دنیای هنر. ساعت چند بوده؟ حوالی ساعت 10. یه پلیس لباس شخصی، احتمالاً که کاراگاه همراهش بوده. الان کجا؟ ژیان به آپارتمان باو رفت. کاراگاه هم سریع فرار کرد. ژیان میدونه آپارتمان رو تحت نظر داریم. بهتر کاری نکنی. بذار بیاد پیشمون. به محض خروجش با هم تماس بگیر. بله قربان.
میتونم کمکتون کنم. FBI اومدم فرمانده دوکو ببینم. خب پرونده رو حل کردی داره؟ نه آقا هنوز نه. 3 روز ازش گذشته و میخوای دابی به پرونده برگرده؟ در واقع نه نمیخوایم. ستاره جوان شما خودشو تو دردسرای بزرگی انداخته. واقعاً؟ چطور؟ در مورد دیشب چیزی بهتون نگفته؟ نه نگفته. ژیان هونگ وارد دفتر مرکزی شرکت نرم افزاری ورتکس شده. البته که میدونم. امور خارجه خواستار آزادیش بود. ورتکس هم ازش شکایت نکرده بود. برای همین ابی رو فرستادم. بعدش آقای هوانگ و ابی به یک کلوب شبانه رفتن و اونجا به صاحبش حمله کردن. بادیگاردا رو زدن. صاحب اونجا یه مرد به اسم میسونه. اون دست راست والاسه که صاحب ورتکسه. باشه. باهاش حرف میزنم. کافی نیست فرمانده. باید تا دستور بعدی ما ابی رو از کارش معلق کنی. گوش کنید آقایون. میدونم به خاطر حذف اون از اون پرونده یادم رو با اذیت شدین و الان پرونده رو دستتون مونده. اما نمیخوام تعلیقش کنم. فرمانده بهم خوب گوش کن. میخوام یه چیزی رو بهت بگم ولی نباید جایی درس کنه. متوجه منظورم شدی؟ بله. ولی بهتر موضوع مهمی باشه. رئیس ورتکس یعنی والاس نابغه دانشگاه بوده. تو 15 سالگی وارد دانشگاه شده. اون یکی از بهترین دانشجویان اونجا محسوب می شده اما یه مشکل روانی پیدا کرده. نهایتاً از دانشگاه اخراج شده. بعد از اون سالها تو آسیا ناپدید شد و حدود 10 دهه بعد اینجا تو آمریکا ظاهر شده. یه مدت بعد تو لس آنجلس شرکت نرم افزاری ورتکس رو راه انداخته و ما نظرمون اینه که اون شرکت یه شرکت بزرگ پوشش جنایت بین المللیه. اون خیلی خطرناکه فرمانده. باید همین الان ابیو از پرونده خارج کنی قبل از اینکه اون به دردسر بزرگی بیفته. باشه. خودم حلش میکنم. خوبه؟ ممنونم بریم. ابی همین حالا بیا دفترم. فرمانده من هیچی نگو. این بار زیاده روی کردی. تا اطلاع بعدی از کار معلقی. خب آخه من که کاری فقط گوش کن. اگر به هر شکلی روی ورتکس یا پرونده ی آدم ربایی کار کنی قبل از دادگاه نظامی اخراجی. اسلحه و نشان. فرمانده هیچی نشنوم. برو. بله. قربان کارگاه وارد آپارتمان باو شده. الان باید چی کار بکنی؟ افراد و طبقه بالا بیشتر کن. مطمئن شو که فهمیدن من ژیانا زنده میخوام. خب باید داخل آپارتمان رو ببینم. یه پهپاد ببریم اونجا ولی جلب توجه نکنه باشه؟ از اولش هم میدونستم که یه جای کارت میلنگه. میدونستم که یه چیزایی هست که ازم پنهون میکنی یا بهم نمیگی. چیز دیگه نمیتونم بگم. به هر حال کاری از دستت بر نمیاد. فکر کن خودکشی و برگرد سر کارای خودت. میخوام این کارو کنم ولی از کار معلق شدم. نمیتونم برم. من بهت هشدار داده بودم. گفتم خودتو بکش کنار. حالا باید قبل از دردسر بیشتر از اینجا بری. دیگه قراره تو چه دردسری بیافتم؟ میدونی چقدر تلاش کردم تا کاراگاه بشم؟ تا وقتی که موضوع قتل برادرت حل نشه نمیتونم نشونم و پس بگیرم و تا اون موقع جایی نمیرم. از فهمیدی خودکشی نبوده آره؟ نه امروز صبح گزارش سمشناسی رو دیدم. دارو برای کشتنش کافی نبوده. حالا تو باید هرچی در مورد ورتکس، والاس و برادرت میدونی به هم بگی.
باشه، بیا با هم حرف بزنیم. میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی احتمالاً اولش حرفمو باور نمی‌کنی. اما چیزی که بهت میگم راسته. چی؟ من و برادرم با توانایی دیدن چیزها به دنیا آمدیم. مثل روشنبینی؟ آره، یه همچین چیزی. دستتو بده به من. تو عروسک ویکتوریا رو از صحنه جرم برداشتی؟ چطوری اینو فهمیدی؟ وقتی که چیزی یا کسی رو لمس کنیم یا حتی گاهی نزدیکش بشیم، چشممون باز میشه. تو واقعا کی هستی؟ من و برادرم برای ردیابی مسنونا تو اداره امنیت بین الملل استخدام شدیم، اما برادرم نتونست با ساختار امنیت بین الملل کنار بیاد. ربط والاس به این قضیه چیه؟ والاس اولش برای اداره امنیت بین الملل کار میکرد. اون برادرم قانع کرد که از اونجا استعفا بده. یه روز هر دوی اونا ناپدید شدن. پراکنده بشین و زیر زمین رو بگردی. اونجا رو نگاه کنید، اونجاست. از خروجی شمالی فرار کرد. باید با فرانک تماس بگیرم. قرار بود تو آپارتمانم باهاش ملاقات کنم. آنتن نمیده. برای برقراری تماس باید نزدیک خروجی باشیم. تو هم اینجا بمون. حالا نباید منو تنها بذاری.
یه مشکلی پیش اومده. پاشا خودم کنترل میکنم. زدمش. لعنتی. کدوم گوری هستی؟ پیداتون میکنم. از اینجا خارج شو، ولی تو همین حوالی بمون. باشه ولی باتریش خیلی کمه. پس یکی دیگر رو بفرست اونجا. فهمیدی چی گفتم؟ اونا تو یه انبار نزدیکای بویل هایتس خیابون 6 هستن. الان آدرس رو برات میفرستم. هر چه سریعتر برین اونجا زنده بیارینش. در مورد پلیسا کاری که لازمه رو انجام بدین. وقتی که بیهوش بودی یه راه برای ورود به ورتکس پیدا کردم. بیا بریم. باید بپریم. فرانک، خوشحالم دوباره میبینمت. نمیتونم بگم از دیدنت خوشحالم. یادم آخرین بار تو صفحه اول روزنامه دیدمت که به خاطر فساد تو راه
زندان بودی. کاشون آخرین خاطره من ازت نبود. ببرینش آزمایشگاه. گشنمه. نگران نباش، یه چیزی پیدا میکنی. سلام، اسم من واله. از دیدنتون خوشحالم. روز خوبی داشته باشی. من و برادرم دنبال خوراکی میگردیم. گفتم روز خوبی داشته باشی. باشه. شماره تلفن شما 139 10 16 77 89. درسته؟ من احتمالاً پول کافی داشته باشم تا با همسرتون تماس بگیرم و بگم دارین بهش خیانت میکنی. البته اگه یکم پول بهم بدی ممکنه همه چیزو در مورد تماس فراموش کنم. ریان حالت خوبه؟ میدونم قبولش چقدر برات سخته. حتی اگه صمیمی هم نبودین بازم برادرت بوده. صمیمی بودیم. فقط مسیر زندگیمون فرق داشت. متاسفم. الان باید با کارل تماس بگیریم. اون تنها کسیه که میتونه کمکمون کنه. بفرمایید. ابی هستم. کمک لازم داره. ابیگل، حالت چطوره؟ اون نمیتونه کمکمون کنه. هیچ وقت منو اینطوری صدا نکرده بود. ابی، کوتاه بود، آدرس رو پیدا نکردم. کارل، خودش بود؟ آره، به هم گفت که تو دردسر افتاده. نمیدونم رئیس، ولی به نظرم یه جای کار داره میلنگه. این والاس مگه جنایتکار نیست رئیس؟ خودت هم اینو میدونی. چرا به جای ابی دنبال اون نمیافتی؟ میدونم آره. اونا میخوان ازش به عنوان تومه استفاده چطور کنن. ممکنه؟ میدونم نگران ابی هستی، ولی اون مراقب خودش هست. توی این مورد به کمک نیاز دارم. شهردارم منو تحت فشار گذاشته. منو تو جریان بذار و سریع تمومش کن. قربان، جیان و کاراگاهو گم کردی. پس این فرانک عزیزمه که توسط من و تیم مهندسی پردازش شده. فرانک، میدونی این چیه؟ نظری داری در موردش؟ اگه نمیدونی اشکالی نداره، چون ازت انتظار نداشتم. این آشقالا خیلی گرونه. آره درست میگی، واقعا هم گرونه. کار کردنم باهاش هم لذت بخشه. سرتو برگردون و اینجا رو نگاه کن. اینو میبینی؟ میبینی اینجا چه مدلی هستی؟ فرانک، اینجا یه تصویر از فعالیت مغزته. این دقیقاً همون طرحیه که موقع فکر کردن میاد تو ذهنت. آروم باش فرانک، تو جایی نمیری. والاس تو دیوونه ای. اینجا این تصویر رو میبینی؟ این تصویر احساسات توه. و با استفاده از این
تقریبا میتونم ذهنتو بخونم و مهمتر از همه میتونم ضبطش کنم. بهش تزریق کن. نه ودم کن. فقط یه آمپول کوچیک فرانک. یه آمپول خیلی کوچیک، اصلا درد نداره. یا تو گردنت هم یه تقویت کننده سیستم عصبی تزریق کردی. تاثیر اون آمپول با این دستگاه به هم میگه تو سرت چی میگذره. میتونم سیگنال اینو 10 برابر تقویتش کنم، بعد مهندسی معکوسش کنم و برگردونمش توی سرت فرانک. میدونی میتونم با چی کارا کنم؟ میتونم کنترلت کنم رفیق. ببخشید، لاستیک ماشینم پنچر شده. 2 تا پنچری تو یه روز؟ آره. کمکت کنم؟ ممنون میشم اگه برای ماشینم کاری کنید، لطفاً. یه نگاه میندازم. راستش پام خیلی درد داره، اینجا میمونم. فکر کنم لاستیک یدکم تو صندوق عقب باشه. اون تو زیر زمینه. باید دوربینه امنیتی خاموش دوربینه تو کنی. اتاق برقن. راهروی اول سمت چپ، در دوم سمت راست. اگه به حرفم گوش بدی کاریس ندارم. کابل دوربین مدار بسته کدوم یکی از این است؟ اونها پشت سرت سمت چپ. این؟ آره. منظورت چیه که از کار افتاد؟ پس هر چه سریعتر یه تکنسین بفرست اونجا. جریان چیه؟ ما یه مشکل تو سیستم دوربین امنیتیمون داریم. این عالیه. چی عالیه؟ اون برای نجات فرانک میاد اینجا. آدماتو بفرست. بله خب. سریعا تو ساختمون مستقر بشیم. تو ساختمون 2 تا مزاحم داریم، یه زن و یه مرد. من زنده میخوامشون. خب فرانک، جیان به زودی میرسه. زود رسیدی؟ آره درسته، همین الان رسیدم. ببینم مشکلی پیش اومده؟ سیستم دوربینمون خراب شده. فکر کنم همین زنگ خطر رو روشن کرده. آره اونا بیشتر از کاربردشون دردسر دارن. ببینم جایی هست که یکم
نوشیدنی بخورم؟ آخه من قهوه زیاد میخورم. ورود افراد غریبه ممنوعه. باشه برو. ممنون رفیق. این یه تله است. برو بیرون. ژیان کمکم کن. دیدمش. تو همینجا برادرمو کشتی. اتفاقی بود. وارد کردن اون به این دستگاه اتفاقی معلومه نبود که بود. اما من یکم اطلاعات میخوام و خوشبختانه تو میتونی اونو بهم بدی. زادون البیاتی، مدیر مالی اوپک. یه عدد تو سرشه که تو باید بهم بگی. اما تو چیزی نمیگی درسته؟ با هم نگفت تا وقتی که اینو ساختم. اما چیزی که این اسباب بازی کوچیک بهم میده افزایش سطح روشن بینی توه. یه عدد. همه اینا به خاطر یه عدده؟ آره، فقط یه عدد. ولی عددی که سیستم بانکی اوپک رو باز میکنه. عددی که با کمک اونا میتونم حسابای کله گنده رو در عرض چند میکروثانیه خالی کنم. من از اون عکس نگرفتم، ولی اگه عکس میگرفتم من بهت نمیگفتم. میگفتی؟ میگی؟ وگرنه فرانک اینجا تجربه بدی خواهد. تو دیوونه ای. و بعدش میرسه نوبت ابی که همونو تجربه میکنه. لعنت بهت والاس. صداشو شنیدی جیان؟ یکی از استخونای انگشتش شکست. دستیارم انگشتش رو گرفت و تا مچ دستش برعکس فشار داد. خیلی دردناکه. دیدی؟ هر چی که ازت میخوام بهم میدی. شروع کن. مدیر مالی اوپک. بابا دیوونه شده. گوش نمونه. درخواست پشتیبانی دفتر مرکزی ورتکس. بکشش. چی دیدی؟ پلیس برای دستگیریت میان. جدی؟ راست میگه قربان. پلیسا تو ساختمونن. هلیکوپتر رو بیارین پشت بوم. دریافت شد. سریعا هلیکوپتر رو بیارید پشت بوم. عقب! برو عقب لعنتی!
کارگاهو گرفتم، رو پشت بوم میبینمت. برو دنبالش. برو دنبال فلاس. مراقبتم. زود باش ریان، از پسش برمیاد. زود باش بیا اینجا، دستبندو بده به من، دستگیرش کن. زود باش ببینم، بلند شو. ممنونم کاراگاه، بقیه‌شو بسپارین به عهده ما. بعد بازداشت میتونی بقیه پرونده‌هاشو بررسی کنی. باشه، افتخارش مال شما بشه. متاسفم که اینطوری فکر میکنی. تو کار بزرگی کردی، باید به خودت افتخار کنی.
حالا میتونم به پرونده ویکتوریا برگردم. ریان میتونی؟ دختره رو پیدا میکنیم. به فرمانده میگم شما دوتا چند روز دیگه هم لازم داریم. تو میری دنبال ویکتوریا و ژیان هم با خودت میبری. همونطوری که گفتم شما دوتا کنار هم موفقی. ممنونه. آروم باش، از جا تکون نخور. ویکتوریا نترس. تو در امانی کنارتم. بیا از اینجا بریم. سلام عزیزان. ویکتوریا، این بروکه. بهت قول میدم که ازت مراقبت کنه. تبریک میگم کارگاه. اونا از ستاد با هم تماس گرفتن. ازت میخوان که به نیروی ویژه ملحق بشی. فردا 9 صبح خوبه؟ ممنونم ولی من نمیتونم. من برنامه دیگه ای دارم. نیروی ویژه میتونه یه فرصت خیلی خوب برات باشه. خیلی ممنونم ولی به نیروی ویژه بگید نمیتونم بیام. باشه، هر جور راحتی. کارت عالی بود. ممنونم. خیلی دوست داشتم ببینمش. اون ازت خوشش میومد. تو جیبته. آفرین پسر. باید با هواپیما برگردیم.